Good afternoon, everyone. بسیار خوب، عصر همگی به خیر. بیش از 3 سال پیش نیویورکی ها کاری انجام دادند که برای ما خیلی عادی است. ما صدایمان را به گوش همگان رساندیم. در نوامبر 2022 مردم نیویورک به پای صندوق‌های رای رفتند و با اکثریت قاطع از تغییر در منشور شهرمان حمایت کردند، تغییری که منجر به ایجاد دفتر جدید شهرداری برای برابری و عدالت نژادی شد. مردم این شهر باوری داشتند که شهرداری هم به آن معتقد است. اینکه نیویورک باید تمام توان خود را به کار بگیرد تا شهری بسازد که در آن نابرابری‌های نژادی شناسایی و ریشه‌کن شوند. شهری که در آن با هر کسی که اینجا را خانه خود می‌داند منصفانه و برابر رفتار شود. ایجاد یک دفتر جدید در شهرداری کار کوچکی نیست. این یک بیانیه از قصد و نیت ماست. یک حکم و مأموریتی است که از سوی مردم ابلاغ شده و هدفی است که باید محقق شود. با این حال می‌دانیم که این هدف در سالهای اخیر محقق نشده است. یکی از اجزای کلیدی آن تغییر در منشور الزامی بود که بر اساس آن باید هر 2 سال یک بار یک طرح عدالت نژادی تدوین شود و دفتر شهردار باید همکاری نزدیکی با کمیسیون برابری نژادی یا همان کور داشته باشد. همه کسانی که اینجا در کنار من و روبروی من هستند می‌دانند که همکاری اولین واژه‌ای نیست که بسیاری از مردم برای توصیف رویکرد دولت قبلی نسبت به این کار حیاتی به کار می‌برند. ما مسیر جدیدی را از شهرداری آغاز خواهیم کرد. مسیری که در آن عدالت نژادی با جدیت و نیت واقعی دنبال می‌شود. جایی که سازمان‌ها و دفاتر به صورت مشارکتی کار خواهند کرد و ضرب العجل‌ها به جای نادیده گرفته شدن رعایت خواهند شد. برای هدایت این کار، من به سراغ یکی از مورد اعتمادترین مشاورانم رفتم، یک دوست، کسی که بلافاصله در قلب بسیاری از رهبران مدنی که شانس همکاری با او را داشتند، اعتماد ایجاد می‌کند. آفیا تامامنسا زندگی بزرگسالی خود را وقف خدمت به مردم این شهر و تلاش برای نیویورکی‌هایی کرده است که اغلب در راهروهای قدرت فراموش می‌شوند. مدت‌ها پیش از آن که او به عنوان مدیر ارشد سیاسی من در طول مبارزات انتخاباتی فعالیت کند، آفیا کار خود را در انجمن کمک‌های حقوقی آغاز کرد، جایی که برای مستاجران بی‌بضاعت و حفظ مسکن‌های ارزان قیمت مبارزه می‌کرد. او به عنوان وکیل در پروژه دفاع از خانواده بروکلین از خانواده‌های سیاه‌پوست و اسپانیایی تبار که اغلب هدف اتهامات بی‌اساس غفلت قرار می‌گرفتند محافظت کرد. بسیاری از نیویورکی‌ها او را از کارهای اخیرش به عنوان مدیر اجرایی مؤسسه صدای جامعه شنیده شد. Community Voices Heard می‌شناسند. صدای جمعیت، صدای آنها شنیده شد. بله، شنیده شد. او در آنجا تلاش‌های بزرگترین نهاد سازماندهنده سیاه‌پوستان ایالت ما را مدیریت کرد، در برابر کاهش بودجه‌های مسکن ایستادگی کرد و روزانه برای توانمندسازی زنان سیاه‌پوستی که این شهر را خانه خود می‌دانند، تلاش نمود. آفیا فراتر از هر چیز یک سازماندهنده است. او کسانی را که با آنها کار می‌کند سازماندهی می‌کند. این کار را با انضباط و عزم راسخ انجام می‌دهد. او بیوقفه به نفع نیویورکی‌هایی تلاش می‌کند که اغلب فکر می‌کنند دولت در بهترین حالت فقط می‌تواند آنها را نادیده بگیرد. به عنوان جدیدترین مدیر ارشد برابری و کمیسر، من از آفیا می‌خواهم تا این دفتر را به نیرویی برای تغییرات سیاسی واقعی تبدیل کند. و می‌خواهم از کمیسر صدا شرمن و تیم او برای زحماتشان در ساختن این دفتر تا به امروز تشکر کنم. هنوز بسیاری از نیویورکی‌ها منتظر طرح عدالت نژادی هستند که به آنها وعده داده شده بود و منتظر اطلاعات بسیار مهمی هستند که این طرح شامل آن خواهد بود. تحت رهبری آفیا، با افتخار اعلام می‌کنم که یک طرح مقدماتی عدالت نژادی در سطح شهر ظرف 100 روز اول دولت ما تدوین و منتشر خواهد شد. سخنم را با این جمله به پایان میبرم. برای سالهای متمادی نیویورکی‌ها نژاد و هویت را تنها به عنوان ابزاری برای تفرقه یا ناچیز شمردن تجربیات روزمره خود در این 5 منطقه دیدند. ما در مدارسمان با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کنیم، جایی که کودکان سیاه‌پوست و رنگین‌پوست با کلاس‌های شلوغ‌تر و نتایج ضعیف‌تر مواجه هستند. در بخش مسکن، جایی که تبعیض بیداد می‌کند و در پرداخت‌هایی که اصلاً منصفانه نیستند. ما مجبور نیستیم چالش‌ها یا در واقع بی‌تحرکی و انفعال گذشته را به عنوان نقشه‌ای برای آینده‌مان بپذیریم. ما می‌توانیم نه تنها آنچه رای دهندگان از ما خواستند، نه تنها آنچه قانون ما را ملزم به انجامش کرده، بلکه آنچه را که می‌دانیم درست است، انجام دهیم. ما می‌توانیم نیویورکی بسازیم که تک تک ساکنانش را در آغوش می‌گیرد. برای فرو ریختن دیوارهای تعصب در هر کجا که ظاهر شوند تلاش می‌کند و بافت متنوع شهر ما را جشن می‌گیرد.
این کاری خواهد بود که آفیا هدایتش می‌کند و بگذارید این یک تلاش روزانه باشد که هر نیویورکی نیز در آن مشارکت کند. بسیار متشکرم. و حالا آفیا. بخش دوم. صحبت‌های آفیا آتامنسا، منصوب جدید. متشکرم. ممنونم آقای شهردار. هیجان زده هستم که یک بار دیگر در همین مرکز عدالت ایستادم، جایی که سالها پیش در آن فعالیت می‌کردم، جایی که هر روز آماده می‌شدم تا به نفع نیویورکی هایی که با تخلیه خانه و آوارگی روبرو بودند مبارزه کنم. آن زمان نبرد در دادگاه ها بود. امروز به این فضا بازگشتم تا نبرد جدیدی را آغاز کنم. نبردی که به دنبال پاسخگویی در سطح شهر به نفع همه نیویورکی هاست. من از مسئولیتی که برای تحقق احکام منشور از طریق تدوین و اجرای یک طرح جامع عدالت نژادی در سطح شهر بر عهده داریم، هم مفتخرم و هم عمیقاً فروتن. این کار با طراحی قبلی جاه طلبانه است. تغییر شکل سیستم هایی که برای مدتی طولانی به جای ایجاد فرصت موانع ایجاد کرده اند آسان نخواهد بود. اما همانطور که شهردار به وضوح اعلام کرده، این دولت متعهد به انجام کارهای بزرگ و شجاعانه است. من مشتاقانه منتظر همکاری با رهبران جامعه و کار در کنار تیم‌های دفتر برابری و عدالت نژادی و کور هستم تا این تعهد را واقعی کنیم. متشکرم. شهردار ممدانی. این انتصاب گویای برتری در سوابق آفیا آتامنسا و دیدگاه او برای تحقق بخشیدن به نیازهای کل شهر در پیشبرد برنامه عدالت نژادی است. به شما خواهم گفت که ضروری است دولت من نه تنها برای نیویورکی ها مبارزه کند، بلکه شبیه به شهری باشد که نمایندگیش را بر عهده دارد. من به تیمی که جمع کرده ایم افتخار می کنم. من نه تنها به تمرکز این تیم بر نیویورکی های طبقه کارگر، بلکه به تجلی آن تمرکز در خود پرسنل افتخار می کنم. و من در فرایند انتصابات که ادامه خواهد داشت، نیازی را می بینم که هر روز دلیلی برای باور به دولت شهری را به نیویورکی ها در سراسر شهر نشان دهیم. خبرنگار: سوالی درباره تصمیم شما برای دخالت در انتخابات مقدماتی. چه کسی با شما در این باره صحبت کرده؟ شهردار ممدانی: من چیزی جز احترام و تحسین برای کنگره من نیدیا ولاسکز ندارم و من همیشه به رابطه‌ای که داریم و دیدگاه مشترکمان برای تبدیل این شهر به جایی که نه تنها در آن زندگی کنیم بلکه به آن افتخار کنیم ارج می‌نهم. خبرنگار: سلام. می‌خواستم بپرسم آیا از زمانی که با رئیس جمهور ترامپ تماس گرفتید پاسخی دریافت کرده اید یا هنوز پیام شما را بی پاسخ گذاشته، سین کرده و جواب نداده؟ همچنین سوالی درباره زندان رایکرز داشتم. شهردار ممدانی: ما هنوز ارتباطی برقرار نکرده ایم. خبرنگار: پس برای شفافیت او جواب شما را نداده است. خب، سوال دیگرم. دیروز ناظر فدرال گفت که زندان رایکرز هنوز پر از ناهماهنگی و اختلال است. آیا با وجود این انتقادات، کمیسر فعلی باید در سمت خود باقی بماند؟ و آیا شهر از مدیریت نظارتی ریسیور استقبال می کند؟ شهردار ممدانی: ما عمیقاً از شرایط زندان رایکرز نگران هستیم و با ناظر برای بهبود آن همکاری خواهیم کرد. ما در حال بررسی گزارش و همچنین برنامه نه تنها برای رعایت قوانین بلکه برای پایان دادن به سلول انفرادی در رایکرز هستیم. خبرنگار: سریعاً در ادامه بحث نیدیا ولاسکز، او قرار است از نامزد دیگری حمایت کند که با نامزد مد نظر شما متفاوت است. آیا حس نمی کنید دخالت شما در این رقابت‌های کنگره باعث طرد شدن میان روهای حزب می شود؟ آیا این شما را در مقابل آنها قرار می دهد؟ شهردار ممدانی: نه، من می گویم که خانم ولاسکز و من هر دو مترقی‌های مغرور نیویورک هستیم. من از حمایت خود از دانا مورنو، کلر والدز و بورد لژندر بسیار هیجان زده هستم. اینها نامزدهایی هستند که من را به وجد می آورند و مطمئنم نیویورکی ها نیز از آنها استقبال خواهند کرد. خبرنگار: آیا برنامه‌ای برای رفتن به رایکرز دارید؟ شما حدود 15 روز است که در دفتر هستید. حبس انفرادی مدت هاست که ممنوع شده. اما شما میگویید می‌خواهید چیزی را که در حال حاضر وجود دارد حذف کنید، یعنی هنوز اجرا می شود. می توانید این را توضیح دهید؟ شهردار ممدانی: من این را در کنار همکار سابقم در مجلس ایالتی میگویم. ما بارها دیدیم که نیت قانونی که تصویب می‌کنیم لزوماً به معنای اجرای واقعی آن نیست. در مورد سلول انفرادی، ما شاهد عدم اجرای درست قانون حذف آن در زندان رایکرز بودیم و من قطعاً به رایکرز خواهم رفت. من به عنوان نماینده مجلس چندین بار به آنجا رفتم
و وقتی به آنجا می روید، مقیاس ویرانی و فاجعه ای را که از آن حرف می زنیم درک می کنید. آخرین باری که رفتم، یک زندانی نیویورکی سعی کرد جلوی چشم همکار من به زندگی خود پایان دهد. این چیزی است که درباره‌اش حرف می‌زنیم. و اهمیت داشتن یک مدیر ارشد برابری و کمیسری مانند آفیا این است که او می‌تواند آنچه را که اغلب فقط روی کاغذ نوشته شده یا در مقالات خوانده می‌شود، به تمرکز اصلی کار ما تبدیل کند. من بارها شاهد انجام این کار توسط آفیا بودم و صادقانه بگویم، از چشمانداز تمام کارهایی که می توانیم در دولت شهری انجام دهیم هیجان زده هستم. بسیار متشکرم از همگی. ممنون از همه. شاید لایک و سابسکرایب برای شما فقط یک کلیک ساده باشد، ولی برای ما یک دنیا ارزش دارد. مرسی که حمایت می‌کنید.